سلام، به برنامه این هفته ما خوش آمدید. نور یاسین هستم، مشاور املاک. با تهیه این پروگرام در خدمت شما قرار دارم. اما موضوع این هفته ما سوال هایی که قبل از انتخاب خانه برای خرید باید به آن پاسخ داد. بله دوستان عزیز، پروسه خرید خانه از تشخیص ضروریات، خواهشات و طرز زندگی شما آغاز میشن. قبل از شروع خرید خانه شما باید یک لیست مکمل از ضروریات و خواهشاتتان را باید تهیه کنید و در ضمن با سوالات ذیل باید پاسخهای قانع کننده نزد شما موجود باید باشد. اول، خانه که شما میخرین باید با چی نزدیک باشه؟ آیا به محل کارتان یا مراکز خرید و فروش یا دوستان و غیره؟ دوم، خانه که مورد نظر شما که میخواید بخرین چقدر باید بزرگ باشه و چرا با این بزرگی خانه شما ضرورت دارید؟ سوم، آیا لوکیشن خانه برای شما مهم است یا بزرگی خانه؟ چهارم، آیا خرید خانه که با او بدترین ما ضرورت دارد برای شما مساعد است؟ پنجم، بالا رفتن و یا پایین رفتن ارزش خانه در آینده برای شما مهم است؟ ششم، محلی که شما میخواین در اونجا خانه بخرید چقدر با شما مهم است؟ و هفتم، آیا از پس نگهداری خانه شما برآمده میتونید یا بهتر است که خرید یک کاندومینیوم در نظر داشته باشید؟ آیا گاهی خرید خانه کاملا جدید از بیلدر که کسایی که خانه جور میکنن آیا او را شما دربارش فکر کردین؟ و آخری که چی سهولت های شما میخواین در خانهتون داشته باشید و آیا به این سهولت ها شما ضرورت دارین؟ بله دوستان عزیز، اگر شما در وقت خرید خانه به این موضوعات شما فکر بکنین و جوابات قانع کننده و مناسب نزد شما به این سوالات موجود باشه، ما مطمئن هستیم که شما در پروسه خرید خانه هیچگاه به مشکلات دچار نمیشین و اشتباه نخواهید کرد. این بود داشته های برنامه امروز ما. اگر شما در ارتباط این برنامه طالب معلومات بیشتر هستین شما میتونید با ما تماس بگیرید. همچنین اگر میخواین که خانه‌تان را بفروشین و یا خانه بخرین و میخواید در ریال استیت سرمایه گذاری کنید حتما با ما تماس بگیرید. ما با ارائه بهترین خدمات در 10 شعبه در سرتاسر تورنتو بزرگ در خدمت شما قرار داریم. این بود داشته های برنامه. تا برنامه بعدی، خداحافظ، موفق باشید.